206 تیپ 5 مدل 90 نسبت به مدلش خیلی کم کار بود و بدنش سالم بود. موتور مثل ساعت کار میکرد و کلا 170,000 تا ماشین کار کرده بود. طبق گفته مالک شاسی‌ها پولون بود. بردیم کارشناسی، منم خریدم 380 تومن. روغن ماشین رو عوض کردیم و بردیمش پیش یه مکانیک. یه تسمه دینام و تسمه هرزگرد و خرت و پرتاشو عوض کردم که خیال خودم هم راحت باشه. اسم ماشینم ساکوراست، یه واژه ژاپنیه که به معنی شکوفای گیلاسه که این گل نماد زیبایی، تجدید حیات و طبیعت فانی در فرهنگ ژاپنیه. پس با رنگ صورتی خیلی کار داریم این روزا. تو ایران صورتی نیست ولی ما صورتی رو میاریم تو ایران. بده 6. دست به ماشین نزدم و بردمش تعویض پلاک. یه صفحه خیلی زیاد 2-3 ساعت منتظر شدم تا فقط برم تو. اگه این کارشناسای بنده خدا میدونستن من با ماشین قراره چی کار کنم، عمرم ماشینمو تعویض پلاک میکردم، خودم هم میبردن. پلاک ماشینمونو کند و ایران 33، پلاک قبلیمون هم که ایران 44 بود، اونا رو هم دادیمش رفت. بردیم تعویض پلاک رو ببینیم چه پلاکی بهمون میدن. سورپرایز اصلی اینجاست. این ماشین قراره به سلیقه تک تک شما جمع بشه. تو کامنت ها بهم بگین چی کار کنم، چه لوازمی روش ببندم و چه حرکتی روش بزنم، منم انجام میدم. یعنی ببخشید اشتباه شد. این همه به سلیقه خودمون ماشین جمع کردیم که هیچی، ولی این سری میخوایم به سلیقه شما جمع کنیم. تو کامنت ها منتظرت